آخ پرنسس لجباز من. سر حال نیستی؟ دخترها چطورن؟ فکر میکنم نازلی یکم به زمان نیاز داره، ولی بقیهشون خوبن. تو چطوری؟ تو برزخم. من حس میکنم بینمون یه دیوار نامرئیه. اشتباه کردم و تلافی کردنشم زمان زیادی میبره. اشتباه تو نیست هالوک، من خطا کردم. حق با نازلی بود. من فکر میکردم میتونم هضمش کنم، اما نتونستم باش کنار بیام. نمیتونم از ذهنم بیرونش کنم. بدترین چیزی که میتونه بین دو نفر باشه بی‌اعتمادیه. نگو اینطوری حرف نزن. میخوام بدونی که چه حسی دارم هالوک. من واقعا ناراحت شدم. نمیتونم وانمود کنم که خوشحالم. حالا چی میشه؟ نمیدونم. باور کن نمیدونم. امروز فقط میخوام فکر کنم. اما قطعا اینجوری نمیشه. من نمیتونم بدون تو باشم. وقتی تصمیم میگیری به اینم فکر کن. دیشب متوجه نشدم اومدی. بی سر صدا اومدم. تو خوبی؟ مشکلی که نیست نه؟ آره خوبم، چیزی نیست. چون تو گفتی هر وقت خواستی بیا اومدم. کار خوبی کردی. صبح وقتی خواب بودی من تو رو بوسیدم. ببین بازم میبوسم. میری بیرون؟ آره چند ساعت کار دارم. تو که حوصلت سر نمیره. نه تو برو. اگه میخوای دوستاتو دعوت کن. منم دلم برای بچه ها تنگ شده. پسرم ببین میدونی مگه نه اینجا خونه توه. باشه ممنون. چشمابی. خروس بی‌محل. مامان حالش چطوره؟
یکم با گلش تنها بمونه بهتره، خوب میشه. دردسر کجاست؟ انگار با هممون قهر کرده. چقدر مهمه. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ اتاقو به مقر تکنولوژی تبدیل کردی. امره جواب نمیده مگه نه؟ اگه یه چیزی بنویسه میدونم چی کارش کنم. 1 ساعت دیر به پیامش جواب میدم. حتی اگه جوابم بدم فقط با یه استیکر جواب میدم. عکسش هم مثلا لایک نمیکنم. واسه چه اینقدر بهش فکر میکنی؟ انگار با امره به دنیا اومدی. ول کن، خودتو اذیت نکن، در نهایت اون بازنده است. اینجوری نگو دیگه. گریم میگیره پری. آبجی جونم، مامان منو به تو سپرد. اگه میخوای کاری انجام بدی باید با هم انجام بدی. من الان آفلاینم. پس من برم بیرون، اینجا میگردم. اگه چیزی شد و خبری شد زنگ میزنی، من سری میام. باشه برو بگرد چی میشه. باشه. ساعت 2 به آدرسی که نوشتم بیا، منتظرتم. حتما بیا، خیلی دوست دارم. الو جان، 1/2 ساعت دیگه اونجام، حاضر شو. باشه. اوف نازلی، من چی کار کنم با خودم؟ ساواش؟ حالت خوب شد؟ خوبم. دیروز خیلی بد کتک خوردی، یادته مگه نه؟ تا حدودی. یعنی امروز آرومی، لازم نیست نگرانت باشیم. در واقع اومدم از تو تشکر کنم. دوستی کوتاه و مسخره‌ای داشتیم، اما 1 سال بود هیچ کس اینطوری بهم نگاه نکرده بود. اگه دلتو شکستم ببخش. چرا مثل کسایی که میخوان برن حرف میزنی؟ خداحافظ. توچه بیا. باشه دارم میام. خب بچه ها بفرمایید. اوه ایوه، دست درد نکنه دختر خانم. کوفتت بشه. خیلی خوب، بده من. خب چه خبره؟ یک کار میکردیم، اما میگم حالا که مادر نیست میخوای مهمونی بگیریم ها؟ نه بابا، مهمونی چیه؟ اینطوری بهتره، بی سر صدا. شما اون کارو به من بسپارید. نه بابا. سلفی بنداز ببینم. ای بابا بیا. یالا دیگه، فقط از بالا بگیر لاغر بیافت. چقدر میتونی لاغر بیافتی ها؟ احمق بیشون. امر دیگه ای ندارین؟ زود باش دیگه، تو هم همینطوری نزدیک شو. تو هم یه نزدیک بخند دیگه، حالا مثلا داریم خوش میگذرونیم.